پیغمبر علیه السلام میفرمایند اقرب ما یکون العبد من ربه فی جوف اللیل الاخر. نزدیکترین زمان ما یه جا داریم که نزدیکترین فرصت و موقعیت به خدا در حال سجده هست، اما از نظر زمان در 24 ساعت بهترین شرایط و بهترین فرصت و زمان در 24 ساعت، یعنی در شبانه روز که انسان میتونه در اون لحظه به خدا نزدیک بشه، آخر شبه. آخر شب وقتی که همه خوابن، حتی اعضای خانواده هم ممکنه نفهمن که عضوی از اعضای خانواده بلند میشود وضو میگیره، ممکنه هم کسی بدونه، ممکنه یه وقتی هم ندونن. در اون دل شب بلند میشه، چون تنهایی است و خلوت است، سکوت و آرامش شب و نزول رب العالمین است به آسمان دنیا. همچنین روزه خودش به خاطر خفاشه، پنهان بودنش، اشک و گریه‌ای که انسان در خفا و تنهایی بکنه، اینا جزو آثار عبادت سریه. اما حالا بستر و زمینه خیلی فراوونه، یعنی ما انواع اعمال صالحه داریم که میتونیم یه مقدار به خلوت هامون ببریم. سعی بکنیم در 24 ساعت برای انرژی گرفتن، برای شارژ کردن به قول معروف ایمانمون و تقویت تقوایمون نیاز داریم تو زندگیمون که گهگاهی در 24 ساعت سری به خلوت ها بزنیم. در تنهاییمون هم اگر شده به اندازه 10 دقیقه با خدایمون مناجات و راز و نیاز داشته باشیم. لذا انواع عبادت ها میشه انجام داد. یک نماز شب که اشاره شد بهش، الله عز و جل تمجید و تعریف میکنه از اونهایی که در آخر شب بلند میشن برای نماز خوندن. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. اینگونه تعریف میکنه و اینگونه هم مژده میده کسانی که پهلوهاشون رو از بستر و فراش نرم و خواب شیرین در دل شب، در آخر شب بلند میکنن که نمازی بخونن، عبادتی بکنن، الله عز و جل رو صدا بزنن، در حالی که هم امیدوار به رحمت و مغفرت الله عز و جل هستن و هم از خشم و غضب به خاطر گناهانی که کرده ان ترس و هراس دارن و از اون چه به اونها انفاق کرده، احسان کرده الله عز و جل بذل و بخشش میکنن. در پی این توصیه‌ای که الله و تشویقی که الله میکنه میفرماین هیچ انسانی نمیدونه که الله عز و جل به خاطر این کارها و به ویژه نماز شب و نماز تهجد و به خاطر بذل و بخشش چه چیزی برای او پنهان کرده در روز قیامت که وقتی ببیند دل او خنک میشود، چشم او روشن میگردد به خاطر این کارها و اعمال صالحش. تشویق میکنه الله عز و جل. همچنین پیغمبر علیه السلام در همین راستا میفرمایند علیکم بقیام اللیل فانه دأب الصالحین قبلکم. بر شماست ای مؤمنین که نماز شبم داشته باشید، نماز تهجدم بخونید که این خلق و خوی انسانهای صالح قبل از شما بوده، خلق و خو و عادت انبیا و صلحای قبل از شما هم بوده. و این قیام اللیل قربة الی الله، نماز شب مایه نزدیک شدن به الله عز و جل هست، هم در دل شبه و هم در خلوت و تنهایی است و هم سجودی که در اون دل شب و نماز شب هست چقدر انسان رو به خدایش نزدیک می کند. و منهات عن الاثم، انسان رو از گناهانی که می نالیم ازش، مغلوب هوای نفس شده ایم، احساس می کنیم اسیر وساوس شیطانی هستیم، برای رهایی از هواهای نفس، برای رهایی از وساوس شیطانی و نجات و خلاص و رهایی از فتنه ها و گناهان، یکی از بهترین راه ها و علاج ها و درمان ها نماز شب است، قیام اللیل است که انسان را از گناه باز می دارد و تکفیر للسیئات، مایه تکفیر و جبران کردن و کفاره گناهان است. و حتی به مصلحت مادیش هم اشاره میکنه و مطردتون للداء من الجسد، و حتی دردهای جسمانی رو هم از شما دور میکند.
بهت نشاط میده، بهت سلامتی میده. عکس اون چیزی که ما امروزه داریم، بیدار موندن در اول شب و خوابیدن در آخر شب، جز این که بر خستگی، بر هموم، فشارهای روحی، روانی و جسمانی افزوده بشه، هیچی در بر نداره. خواب روز اگر 10 ساعت باشه، به اندازه 2 ساعت 3 ساعت اول شب خوابیدن هم نمیتونه تأثیر مثبت داشته باشه. ما کاملا حالتمون دگرگون شده. نشستن تا آخر شب یا تا نصف شب و خوابیدن در آستانه نزول رب العالمین، اون وقت حالا وقت خوابیدن ما شده که وقت بیدار شدن است، وقت راز و نیاز کردن است، وقت اینه که انسان دل و وجود و ذهن و همه چیزشو به الله بده و به خداش نزدیک بشه و خودش رو از عذاب دوزخ نجات بده.